خب سلام. برای بستن گارد زونتس، ببین شما گاردو که دریافت میکنید 2 تا پیچ بلند هست با مهره، حتی مهرش اینجا نداره. 2 تا پیچ برای براکت، 2 تا آرم زونتس و یه دونم این اشانتیونی که آقای ادمین زحمتشو کشیده. برای شروع برای شما به یه دونه بوکس 13 و یک بوکس 14 نیاز دارید با یه واسطه بلند و یه جغجغه. اوکی؟ حالا روی موتور اولین کاری که میکنید 2 تا پیچ اینجا رو باز میکنید. خب 2 تا پیچ اینجا رو فقط این نکته رو در نظر بگیرید. اینور مهره است، پشتش گل پیچه. خب برای اینکه بخواید وا کنید این مهره ها چون چسیده بدنه نمیتونید وا کنید. آچارتون رو میندازید پشت روی گل پیچ. اول گل پیچ رو بچرخونید، اینجا مهره ها شل میشه چون معمولا مشکل دارن برای باز کردن. این دوتا رو باز میکنین. خب بعد میایید چیکار میکنین؟ پیچ بالایی براکت رو با آچار آلن باز میکنین، یه ذره سفت فشار بیارید باز میشه. یه دونه پیچ اینور یه دونه پیچ اونور، همین و سلام نامه تمام. حالا بقیه داستان من الان براتون توضیح میدم. اول گارد اینوریو این سمتو در حقیقت پیچا رو میبندیم، میندازیم داخلش، میذاریم کجا؟ میذاریم سر جاش. این از این سر جاش. خب بذار پیچ بیارم. یه دونه از این پیچا رو میایم جا میزنیم به این شکل. میچرخونیم، سفتش نمی کنیم الان، در حد اینکه سر جاش وایسه. خب این پیچم قشنگ جا میزنیم. حالا میایم اینورم این پیچو برمی‌داریم. اول اینو جا میزنیم، دستو میزنیم پشت که در نره پیچ اینور رو جا میزنیم. این که جا رفت. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم اینو یه ذره میدیم بالا، اینو جا میزنیم. میبندی تا تقریبا صفر شه. این از این. حالا اینا همه چی سر جاش، گاردم سر جاش. اوکی. حالا مهره هاشو باید ببندیم. مهره هاش روی کار بهتون واشر فرعی و واشر تخت دادم. واشر تخت رو میره زیر، واشر فرعی میاد رو، یعنی زیر مهره قرار میگیره. مهره با دست میبندیمش. این از این یکی هم که پایینم به همون شکل میبندیم. این زیر اینجوری ترتیب این شکلیه برای اینکه به هیچ عنوان چیز نشه. این از این. الان مهره هم بستیم. چیزی که باید چک کنیم این مسئله است. اینجا رو بگیر. ببین این باید قشنگ نشسته باشه پایین. حواستون به این باشه. اینو میشونیم. اونورم همینطور. اینورم قشنگ فشار میدیم پایین که این کامل بره سر جاش. اینم از اینم سر جاش. اوکی. حالا کاری که میکنیم بوکس 13 رو اول برمی‌داریم، واسطه رو میزنیم. شروع میکنیم این پیچو بستن. واسطه برای این میخواد که اینجا بتونید راحت ببندید. اون ورتون اگه چرخید با یه انبرده است اینو نگهش میدارید، یا آچار 13. یه انبرده است میذاری اینجا، اینو میبندی. تقریبا سفتش میکنی، میای پایینی. میای پایینم دوباره همینجوری نگهش میداری. خوب اینجاست. شروع میکنی صفر کردن. این هم صفر. این تا اینجا. حالا
بوکس 14 رو برمی‌داریم، اینا رو صفر می‌کنیم. این از این و این و این از این داستان اینا. حالا مرحله آخر که میمونه بچه‌ها، یه چیکار می‌کنیم؟ می‌خوایم آرم زونتس رو بچسبونیم. اینجا رو قشنگ تمیز می‌کنید اول با دست، بعد اینو، این دو لایه است، یه لایه‌شو باید بکنید. ببین اگه بتونید بکنید خیلی خوبه واقعا. اینو چیکار میکنید؟ میکنید، میمونه این لایه رویه. خب جای مشخص رو پیدا میکنید، جا رو مشخص میکنید، یعنی مثلا اینجا قشنگ ترین جاش. اینو که چسبوندین، خب اینو با دست اینجوری میکشید تا این کاملا بچسبه، یه ذره که بکشید این کاملا خودش میچسبه، فیکس میشه. از یه گوشه آروم شروع میکنید اینو اینجوری کندن. ببینید و سلام نامه تمام. این دیگه الان کاملا چسبیده و گاردم بسته شد. همه این مراحل رو طبق چیزی که گفتم حتما اجرا کنید. و سلام.